ما با چند واکنش داریم. یکی از این واکنش‌ها که فروکاست لحظه اکنون به یافتن یک خاستگاه نابه، یافتن یک لحظه بنیادین که لحظه پس اینجا ما با چند واکنش داریم. یکی از این واکنش‌ها که فروکاست لحظه اکنون به یافتن یک خاستگاه نابه، یافتن یک لحظه بنیادین که لحظه اکنون ما رو در پیوستگی با اون معنادار کنه. به توهمات نژاد پرستانه نگاه بکنید. توهمات نژاد پرستانه خودشون رو در پیوند با یه خلوصی در آغاز معنا میکنن. به دهشت بنیادگرایی نگاه بکنید. دهشت بنیادگرایی چیکار میکنه؟ کل تاریخ رو در نسبت با یک آغازگاه بازخوانی میکنه تا به اکنونیت خودش به عنوان یک امر با دوام صاحب حق، صاحب هویت معنا بده. به این معنا بخش بزرگی از سیاست‌های هویت چنین جنسی دارن. چیزی که نیچه بهش میگفت تاریخ عتیق جو، تاریخ در واقع دنبال چیز آنتیک گشتن. این صورتبندی در پی اینه که پیوستگی‌هایی رو پیدا بکنه که اکنون ما ریشه در اون داره. از این طریق شروع کنه و به خود هویت بده. برای مثال شما اینو در بسیاری از سیاست‌های هویت می‌بینید دیگه. تقلای مثلا برخی اقوام برای اینکه اثبات کنن که چقدر آریایی ترن. تقلاشون برای اینکه اثبات کنن که برای مثال اشیاء تمدنی برای اولین بار در کدام یک از غارهای کجا پیدا شده. افتخار یک قوم به اینکه برای مثال اولین مثلا نئاندرتال ها اینجا پیدا شدن و اینجا خاستگاه تمدن. روانکاوی در آغاز ابژه مطالعه خودش رو خاستگاه شکلی یک بیماری، یک سمپتوم، یک هر چیزی شبیه به اون گرفته. اما هرچی جلوتر میاد مسئلهش تمرکز بر امری معاصره، بر چیزیه که در لحظه اکنون داره تکرار میشه. تکرار مداوم چیزی که از گذشته تا کنون باز تولید شده. پس مسئله رنج معاصریه که بیمار میبره و در سطح همین وضعیت معاصره که قراره تاریخی احضار بشه و لزوماً کشف لحظه شکل بندی و خاستگاه سمپتوم قرار نیست برای لحظه اکنون رهایی بخش بشه، چون در لحظه شکلگیری یک انرژی روانی، یک اقتصاد لیبیدینال خاص، یک فرماسیون کنش و رفتار خاص تا امروز تداوم داشته. پرسش اینجا اینه که چرا این سمپتوم تداوم داشته؟ چرا بازتولید شده؟ چرا تکرار میشه؟ در خدمت چه اقتصاد ملی عمل میکنه؟ پرسش اینجا دیگه این نیست که این سمپتوم کجا، چگونه و طی چه فرایندی تولید شده. پرسش بر سر تداوم و بازتولید اونه. به نظر میرسه اینها دو پرسشند و دو روش مواجهه رو طلب میکنند. من پیر شدم. 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 اگر کار تفسیر کار درمان و اگر کار تفسیر کار درمان و اگر کار تفسیر کار درمان و با چی مواجهیم؟ با این مواجهیم که تکرار یک فرم همچون مجموعه‌ای از سلاح‌ها داره عمل می‌کنه برای بازتولید یک وضعیتی که در خدمت کیف خاص، در خدمت الگوی دفاعی خاصیه، وضعیتی که در خدمت حفظ مجموعه خاصی از رانه‌ها و غرایز جزئیه، مجموعه‌ای که می‌توانند فرد رو در برابر خطراتی که در لحظه اکنون باهاش مواجهه مسلح کنند و کار درمان میشه چی؟ خلع سلاح کردن. این لحظه به نظرم لحظه‌ای که میتونه نقطه در واقع
پوینت اف دیپارچر یا نقطه بسیار مهمی باشه برای اینکه این لحظه رو ما گره بزنیم به همون اشکال تاریخ نگاری که در واقع ازشون سخن گفتیم. اگر کار تفسیر، کار درمان و کار مواجهه با فرم‌های تکرار شونده معاصر و کنونی خلق اصلاح کردن باشد، در این معنا تاریخ نگاری نمیتواند شکلی از عتیقه شناسی یا یادبودگرایی باشد. تاریخ نگاری همواره باید یک شکل کریتیکال باشد. شکل کریتیکال به این معنا که درگیر در اون پراکندگی ها، درگیر در اون امور و درگیر در اون فرایندهایی باشد که تکرار را ممکن میکنند. پس اینجا تمرکز لزوماً بر آگاهی و آگاهی بخشی نمیتونه باشه، بلکه تمرکز بر فرایندها، نیروگذاریها، الگوهای شدن و شبکه منافعی که چیزها رو در واقع داره مداوم میکنه و به اونها تداوم میبخشه. به این معنا تکرار میتواند یک شر بزرگ باشد اگر وسواسی باشد و از هر تفاوتی بگریزد. اگر این تکرار از رانه مرگی بجوشد که در پی محو تفاوت‌ها، محو امکان‌های لحظه اکنون و محو فرارویه بسیار دهشتناکه. اما تکرار آن میلی که از زندگی میجوشه و میل به متمایز کردن، متفاوت شدن، دگرگون شدن و تداوم تکرار شونده به معنای تکرار متفاوت داره، حتما مسحور کننده است. به این معنا تکرار فی نفسه مسئله در واقع اینه که ما این تکرار رو تکراری وسواسی و منقاد کننده میفهمیم یا تکراری رهایی بخش که میتونه از لحظه اکنون خودش فراتر بره و خیال فتنه انگیزی برای در واقع دیگرگون شدن پدید بیاره.